سلام و وقتتان بخیر. خوش آمدین به یکی دیگر از ویدیوهای کانال افغان تاپ 1 کانال خودتان. امید میکنم هر جای دنیایی که هستین این ویدیو رو تماشا میکنید جور و صحتمند و سرحال و دور از گزنده حوادث روزگار باشین. امروز در مورد پهلوهای تازه از فیلم ادا قادری و همچنین واکنش جمال مبارز برایتان خبرهای تازه و کاغذ پیش داریم. بنابراین این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید، ویدیو رو لایک و شیر کنید تا دیگران نیز از این موضوع آگاه شوند. زمانی که فیلم ادا قادری در دنیای مجازی پخش میشه، دوستان ادا قادری فیلم از ادا را به خودش روان میکنه و میگه که آبروی عزت تو با خاک یکسان شد و فیلم از تو در دنیای مجازی برآمده. وقتی ادای قادری از این موضوع آگاه میشه، فوراً به وزارت مخابرات پاکستان شکایت درج میکنه و میگه که حریم خصوصی ما در دنیای مجازی نقض شده و فیلم از ما در فیسبوک ها برآمده. خب چون قانون و شرایط پاکستان فرق میکنه و فیسبوک در پاکستان محلی است، حکومت پاکستان به تمامی داده های فیسبوک در پاکستان دسترسی داره و میتونه تمامی موضوعات و پست هایی که خلاف قانون حکومت پاکستان نشر میشه میتونه او را حذف بکنه یا که حتی اجازه نمیده نفری که درباره پاکستان در دنیای مجازی حتی یک کلمه گپ بدم بزنه. خب همینجاست که حکومت پاکستان به شکایت ادا رسیدگی میکنه و این فیلم ها را از فیسبوک حذف میکنه. و اگر متوجه شده باشین شما دوستا، اگر این فیلم در نزدتان است، وقتی بر یک دوست دیگه‌تان بفرستین شما نمیتونین این فیلم بفرستین به خاطر اینکه این فیلم ممنوع شده و اجازه زیر ندارین که این فیلم در دنیای مجازی پخش بکنین. خب فقط چند حکسی برآمده که هورم ادای قادری به شکل انکار کرد، گفت که من نیستم، یعنی او دستش تاپه داره یا دست ما تاپه نداره. خب به هر صورت این موضوعات، ولی خب زمانی که جمال مبارز از این فیلم آگاه میشه و فوراً به ادای قادری تماس میگیره و مو گفتنی خود برش میگه و تو برش میگه که تو آبروی عزت مرا در بین دوستانم از بین بردی و من نمیتونم حتی با سر بلند در بین دوستان خود حرف بزنم. خب رابطه از اینو به بنبست میرسه تا جایی که جمال مبارز تلفن ادای قادری را قطع میکنه و ادای قادری دوباره که زنگ میزنه به تماسای ادای قادری جمال مبارز پاسخ نمیده. و از طرف دیگه رابطه ادا قادری با مبین تیک تاکر و کسی که فیلم های ادا قادری را ادیت میکنه بسیار وخیم میشه، یعنی تا جایی که جنجالشان میبره و مشاجره لفظی بین فامیل مبین و ادا قادری رخ میده و ادا قادری خطاب به مبین میگه که تو واقعا با آبروی ما بازی کردی و مرا در بین علاقمندان و دوستایم بدنام ساختی، که کارت واقعا هیچ خوب نبود. و مادر مبین هم از مبین طرفداری میکنه و ادا قادری را گپای بسیار رد بدل میزنن و رابطه از اینا بسیار خراب میشه. خب امی رفت آمد بر فعلا بین ادا قادری و فامیل مبینشان قطع هست و ادا قادری هم تا هنوز کدام فیلم یا ویدیوی جدید از خود در تیک تاک نشر نکرده. این بود خبرهای تازه در مورد ادای قادری و واکنش جمال مبارز که براتون تقدیم کردیم. تا ویدیوهای بعد، خداوند یار و یاورتان باد.